وقت بخیر همراهان عزیز، یکی از ادله اثبات دعاوی در مراجع قضایی شهادت افراد هستش. سوالی که معمولا اینجا مطرح میشه اینه که آیا شهادت اقوام نزدیک و خانواده مورد پذیرش در مراجع قضایی هستش یا خیر؟ طبق ماده 322 آیین دادرسی کیفری، خویشاوندی سببی و نسبی به هیچ عنوان مانع از شهادت افراد نیست. برخلاف تصور عموم، اعضای خانواده و فامیل میتونن در مراجع قضایی شهادت بدن و شهادت اونها صحیح هستش. ممنونم از اینکه همیشه همراه ما هستید.